خیابان‌ها حضور دارند یک تذکر اساسی بدم و این است که مواظب باشید که جایگاه نماز جمعه و قداست نماز جمعه با اظهارات و شعارهایی که جنبه عمومی و اصولی ندارد آلوده نشد. این جایگاه مقدس سرمایه عظیم همه دوران تاریخ اسلام بوده و امروز در کشور ما جزء مهمترین میدانهای حضور فضائل اسلامی و انسانی. ما در آستانه سالگرد نماز جمعه هم هستیم و نماز جمعه امروز بی‌شباهت به نمازهای جمعه‌ای که در هفته‌های اول انقلاب شروع شد با آیت الله طالقانی اقامه نماز آینده بهتر کشورمون، و حل مشکلاتمون و ایجاد وحدت و همدلی و همراهی و حرکت در جهت اهداف انقلاب اسلامی که همون حرکت در جهت راهی است که پیغمبر اکرم از طریق آسمان برای ما برده‌اند حرکت بکنیم.